سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی اوروج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: آغاز طرح جدید صادرات کالاهای افغانستان از طریق کارگوی هوایی، ازدواج یک دختر پس از 6 سال ممانعت پدرش به ازدواج و ادامه تجاوزات نظامیان صهیونیستی به مناطق مختلف کرانه باختری. امروز یکشنبه 25 ماه عقرب سال 1404 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها: شرکت هوایی آریانا افغان اعلام کرده که بر اساس فیصله معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء از امروز یکشنبه 25 عقرب تعرفه‌های پایین انتقالات، صادرات و واردات از طریق کارگو عملی می‌کند. ملا بختالرحمن شرافت رئیس شرکت هوایی آریانا افغان گفته که پس از این از طریق پروازهای منظم کارگوی این شرکت تولیدات و محصولات افغانستان از جمله میوه‌های خشک، تازه، زعفران و قالین به کشورهای مختلف انتقال می‌یابد. گفتنی است که معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء به این شرکت هدایت داده بود که پس از این هر کیلوگرم کالای صادراتی را به قیمت $1 و 1 کیلوگرم کالاهای وارداتی را به 80 سنت انتقال دهد. وزارت امر بالمعروف نهی عن المنکر و سماع شکایات میگوید که یک دختر در ولسوالی نادرشاکوت ولایت خوست پس از 6 سال انتظار از حق مشروع ازدواج مستفید شد. این دختر جوان پیشتر به دلیل مخالفت پدرش از ازدواج با فرد مورد نظر خود محروم شده بود و به اجبار پدرش قرار بود با شخص دیگر ازدواج کند که با پادرمیانی محتسبین توانست به حق شرعی و مشروع ازدواج خود برسد. صادرات انار قندهار به خارج از کشور نسبت به سال گذشته 32% افزایش یافته است. ریاست زراعت، آبیاری و مالداری قندهار میگوید که در سال روان نزدیک به 22,000 تن انار از این ولایت به خارج از کشور صادر شده که این رقم در سال گذشته 7,000 تن بود. به گفته این ریاست بیشترین صادرات انار قندهار به کشورهای مالزیا، ازبکستان و روسیه صورت گرفته است. و در اخیر در تازه ترین مورد، منابع فلسطینی از یورش نظامیان صهیونیست به شرک شقبا در غرب رام الله و اردوگاه الفارعه در جنوب توباس در کرانه باختری اشغالی خبر دادند. این منابع افزودند که در پی این یورش درگیری‌های میان متجاوزان صهیونیست و جوانان فلسطینی این منطقه رخ داده است. به گفته این منابع شهرک‌های بیت رما و شبتین در رام الله هم هدف حمله صهیونیست‌ها قرار گرفته است. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و اکس.